سرتم مشکنانو. خیلی قسن حالا بشکنان. تو واقعا دیوانه هستی، دیوانه زنجیری. بیبی کی مرا دیوانه میگه؟ تو بودی که دیوانه واری از دست شوهرت فرار کردی. بس دیگه، بس دیگه اون شوهر من نگو. من خانم و آدم احمق نیستم. خیلی چی بگویم؟ هی بخی میریم. نفس صبر. آسیا تو را غرض نیست. خیلی آدم چیت میشه. تو بانش مکتش گپ میزنم بیازو بیچاره زیاد ترسیده. حالا بچه ها کتمه بی طاهر بسیار بدخواد شد. یادر او آدم شوهرش نیست، فهمیدی؟ نمیشه که چی یکی دیگه میشن، تو را غرض نیست. بهتر از چند قدر بازار بگردیم تا او وقت اصابتم آرام خواهد شد. ای خود زنم و مردک از اینجا چی میکنه؟ مادر جان تو دیگه شروع نکو، بیازه نتانستم کسی را بفهمانم. حالا بیا که بریم عجله کنیم. صبر کنین. کجا میرین؟ چی میکنین؟ ای برو از بیادرم پرسان کو. حالا دیگه زن و آدم در خانه ما چی میکرد؟ دا موتر پت شده بود بازی بچه دیوانه خانه آورده شه. چی؟ بازو زن دیوانه تا مورا گرفته بازار بود. آبروی ما رو در منطقه میبره. طاهر او کلان کار برو یک کار کو. حالا در کل منطقه رشخند و بیابرو میشه. خدا جزای کلتانه به تمام میگم. بچه قند ما چرا چی شدید؟ من زیاد میترسم. چیزی نشده، نترس. یک دونی مادر. شاید دختر رویایی کمی هیجانی شده بود. اینم خدا داستانا میباشنی؟ بله. خوشت آمده؟ زیاد خوشم آمد. مادر چرا به ما قسم یک نام نموندین؟ چی نظر داری شهزاده کوچک من؟ به اصل یک نام افسانه‌ای پیدا کنیم؟ به نظر من نامشه باش فکر کنم خرس اصلی بانین. نه نام تو از نامای داستان باشه، باز نام من از حیوانات باشه. اینطور که از نامت شادخت اصلی میمانین. چطور؟ درست. از زیاد خوشم آمد شادخت اصلی. Gökte yıldız ellidir da ellisi da bellidir. Gökte yıldız ellidir da ellisi da bellidir. Kara sevda çeken onda gözlerinde bellidir. Kara sevda çeken onda gözlerinde bellidir. Yuvasında dertli kuşta ne suyu var ne yemi. Yuvasında dertli kuşta ne suyu var ne yemi. Güzel olan buluşmakta sen nedensin yemi. Güzel olan buluşmakta sen nedensin yemi. Güneş doğar meşeden de yar geliyor köşeden. Güneş doğar meşeden de yar geliyor köşeden. Rengini gülden almış da kokusu menekşeden. Rengini gülden almış da kokusu menekşeden. دیگه خانم کرم آوردیم. کرم تازه. حالا دیگه شماره کل دخترها را بگی. منتظری چی هستی؟ متوجه باش اگه دانم باز شد برات بسیار بد خواهد شد. بابا ببینم چی میگی. از اون طرف که آمدم باز یکان چیز از اینجا بگیریم. اوه خانم ترکان و مرجان خواهر چطور هستی؟ سلام بچه ها، خوب هستین؟ چی گپ هست ها؟ خیرتی؟
بفرمایین خانم. ها یکم یاره کم داشت. کی رو میگی؟ دو دختر آقا جمیل و خانم شمیکا. او دختره که چادر پوشیده و داخل استاد از بیبی. خوشیم زیاد شل است که او ره روز خود بسازه. میخواه کوره به تای خواستگاری کنه. خب خیر حالا فهمیدم. تشکر بیاره. آسیا خیرت باشه. ای دختر کی است؟ ای دختر این میمانای ماست از استانبول آمدن خانم ترکان. ها نظیره ما مهمانی بودیم عالی مهمان ما شده. کدام مشکل داری؟ آی اون بکنه. ییت بیا بچه شاهزادم بیا حالا بیا که بریم. بیا حالا بس است دیگه اون رو شوهر من نگو. من خانم او آدم احمق نیستم. او آدم چیت میشه؟ تو را چی که او چی میشه؟ گفتی خانمش نیستی پس چیت میشه؟ به تو مربوط نمیشه. معشوقش هستی؟ تو چی میگی؟ میکشمت. آرام ده بازار است. ینگا جان کلاگیره بگو خانه برن. ییت هم خانه ببرن که ساتیری کنه. دختر جان چی گپ است ها؟ خو آسیا خواهر پیشتر خو میگفتی حالا ادامه شو بگو. ما براتون بگویم که چی گپ شده. داماد آینده ما کتی دختر استانبولی یک جای رفتیم. حالا اگه زیاد قار شده این میتونین یک گیلاس او بخوریم. پایین شو خانم. خودت پایین میشی یا من پایینت کنم؟ ما هم همین قسم فکر کرده بودم. باید گپ بزنیم. حالا من گپ نمیزنم. نمیخوایم بزنم. پشت میلا کو. گفتم امرای او بیشرف چی نسبت داری؟ جواب بده. خانمش نیستی، معشوقش هم نیستی، خیلی چیش میشی؟ هیچ نسبت نداریم فهمیدی؟ هیچ نسبت نداریم. منو به زور در خانه قید کرده بود. نمیخواست کتت نکاح کنه؟ او میخواست. تو چرا عروسی را قبول نکردی؟ بگو چرا؟ به خاطری که به زور اسلحه برام پیشنهاد داد. بدت همیشه همین قسم گپ میزنه. فقط به خاطر نکاح با او دیوانه نگفتم میتونم. فهمیدی؟ صحیح شد. خوش شدی؟ صحیح شد. خوب شد. بسیار خوشم شدم. صحیح سار دست میلا کن.